اتفاقاتی داره تو دنیا میفته که برای خودمون هم یه خورده غریبه. قرار نیست هر پدیده غریبی رو ما با آخرالزمان ربط بدیم، به ظهور ربط بدیم. مثلا مغولا حمله کردن، به نظرم خیلی پدیده غریبی بوده، بعد نه ظهوری شده نه هیچی. الزاما شما فکر نکنید هر چیز این چیز عجیب غریب دیدید، چون اصلا پدیده‌های عجیب غریب مساوی با آخرالزمان تو ذهن مردم. تا هیچ عجیب غریبی نمیگن آخرالزمان شده. یادم تو این سریال مختار یه جای آره زن اردن این بعدش گفت بیا آخرالزمان شده بود. بابا داداش تو خودت 1300 سال پیشی. خب برای ما پس این هست، اما این به این معنی هم نیست که آخرالزمان تعریف نداشته باشه. این حتما تعریف داره. به بعد از بعثت پیامبر میگن دوره آخرالزمان. هر چی اونجا آخرالزمان تر میشود دیگه. اینا تا نشانه هایی هم گفته شده، نشانه ها هم برای این نبودی که ما رو سر کار بذارن معصوم، استفاده کنیم. به چه درد میخوره انحرافات رو تشخیص بدیم؟ مثل آدرسه، بدیم کدوم بری بریم کدوم بری نریم. دو، امید پیدا بکنیم. این شما همزمان داری افتتاح المپیک رو میبینی، یعنی با خود میگی بیا دیگه از این فساد علنی تر و رسمی تر چیکار باید کرد؟ یا اما نه، خب نگران نباش، همین هم جز نشونه هاست. انگار که به شما میگن روز کی طلوع، خورشید کی طلوع میکنه، میگه همون موقع که خیلی تاریک شد هوا. این تو دل ظلمت هم دنبال چی باش؟ نور باش. بعضی از این چیزایی که برای من شما عادیه و فرهنگ عمومی شده، زمان پیامبرش اگه مرغ پخته میگفته خندش میگرفت. یعنی اعراب جاهلی که کسایی که دوره عربیت جاهلی رو دیده بودن هم گفتن میشه همچی کسی هم چیکار کنه. مثال زدم براتون، روایت حذیفه است که یه پیامبر حلقه خونه کعبه گرفته داشت گریه میکرد. گفتم چیه؟ پیامبر فرمود که اینا رو بعضیش تو میبینی، بعضیش هم که نمیبینی به گوشت بسپر و با انگشتات بشمر. تو این اتفاقا میفته و علم میشه بل میشه. بعد حذیفه هم یکی در میون میگه انه کائن، شدنیه واقعا، یعنی همچین چیزی ممکن اتفاق بیفته. یعنی ببین کسی که مثلا زنده به گور کردن دختران رو دیده، یه چیزی تو ماها هست که او کف میکنه. میگه همچین چیزی ممکنه. مثالش چیه؟ مثالش مثلا میفرماد که چه میدونم مثلا زن و مرد مثل هم میشن. یعنی چی زن و مرد مثل هم میشن؟ تفاوت اونا ببین، اونا نه که فحشا نداشتن، داشتن خوبش هم داشتن، یه چیزای آنچنانیش هم داشتن. حالا نمیخوام اینا رو باز کنم. بعد اما دیگه یعنی چی زن و مرد مثل هم میشن؟ نه اینجوری میشه. میگه مثلا این مردم آخرالزمان کثرت الاشجار و قلت الثمار دارن، درخت زیاد میکنن و درخت میوه نمیکنن. حذیفه دهنش باز میگه دیوونن. خب اینم که آب میخوره، نورم میگیره، کودم میگیره، خب برای چی درخت میوه نمیکنن؟ خب همین یه خیابونه تو شهرمون رو نگاه کن، کی درخت میوه میکنه؟ 4 تا همین درخت توت و این چیزا نباشه، خب چیز دیگه شما گیر نمیاری. مثلا همین تهران کلی گردو میتونه پرورش پیدا بکنه بخاطر آب و هواش، خرمالو میتونه پرورش. حالا میگن خرمالو کثیف میکنه مثلا خیابونا رو، گردو کثیف هم نمیکنه. نژاد خوبه گردویی که قدش کوتاه باشه، مردم بتونن بیان بچینن و اصلا نمیدونم چه اشکال داره. مثلا تو شیراز الان نارنج و نمیدونم پرتقال و این چیزا میگم چه اشکال چیزی شده مگه؟ چرا این کارو میکنیم؟ یه نشونه جهل آخرالزمانه، جاهلیت مدرنه، جاهلیت اون اولاست، این جاهلیت اخراه.